معرفی محصولات با شیر خر، که چی هستند و چرا معروف شدند. فواید و ضررها، برای چگونه پوست، مو و سلامتی عمومی می باشد. چطور اصل و بدل را تشخیص دهیم؟ چه کسانی می توانند استفاده کنند؟ یعنی مناسب برای چه نوع پوست می باشد؟ کشورهای تولید کننده، یعنی بهترین تولید کننده ها کدام کشورها می باشد؟ نحوه استفاده، مثلا چند بار در هفته استفاده شود. سلام دوستای عزیز، امروز با یک موضوع خیلی جالب و پرطرفدار آمدیم. محصولات ساخته شده از شیر خر. شاید شنیده باشید که این محصولات برای پوست و زیبایی معجزه می کنند، اما واقعا چقدر حقیقت دارد؟ امروز همه چیز را برایتان توضیح می دهم، پس تا آخر ویدیو با ما باشید. فواید محصولات با شیر خر: مرطوب کننده قوی. شیر خر سرشار از ویتامین های A، E و اسیدهای چرب است که پوست را عمیقاً آبرسانی می کند. ضد پیری. به دلیل داشتن آنتی اکسیدانت های قوی به کاهش چین و چروک کمک می کند. روشن کننده پوست. لکه های تیره را کم رنگ می کند و پوست را شفافتر می سازد. تسکین دهنده پوست حساس. برای کسانی که مشکلات مثل اکزما یا پسوریازیس دارند خیلی مفید است. آیا این محصولات برای همه مناسب است؟ زنان و مردان، برای هر دو مناسب است، مخصوصاً افرادی که دنبال مراقبت طبیعی هستند. گروه‌های سنی، برای بزرگسالان مناسب، اما برای کودکان تا مشوره دکتر صورت نگیرد توصیه نمی شود. انواع پوست: برای پوست های خشک، نرمال و حساس، اما اگر پوست چرب دارید باید میزان استفاده را تنظیم کنید. چطور اصل و بدل را تشخیص دهیم؟ بررسی ترکیبات. محصولات باید درصد قابل توجه شیر خر خالص داشته باشد. بو و بافت. شیر خر طبیعی بوی ملایمی دارد و محصولات نباید بیش از حد شیمیایی به نظر بیاید. برندهای معتبر. از برندهای معتبر ساخته شده باشند و دارای مجوز قانونی باشند. کدام کشورها بهترین تولید کننده ها هستند؟ ایتالیا معروفترین محصولات شیر خر را تولید می کند. فرانسه تولید کننده صابون های ارگانیک. ترکیه محصولات مقرون به صرفه و با کیفیت بالا را تولید می کند. نحوه استفاده صحیح: کریم ها و واسلین ها روزی یک بار روی پوست تمیز باید استفاده شود. صابون برای شستشوی روزانه صورت یا بدن. ماسک صورت 2 الی 3 بار در هفته برای نتیجه بهتر. میریم به طرف تجربیات واقعی از مردان. افرادی که از این محصولات استفاده کرده اند معمولاً بعد از 2 هفته تغییرات چشمگیری در لطافت و درخشش پوستشان دیده شده است. البته نتیجه برای هر فرد متفاوت است، ولی اکثراً از نرمی و شادابی پوستشان خیلی راضی بوده اند. نتیجه گیری: اگر دنبال محصولات طبیعی و مؤثر برای مراقبت از پوستتان هستید، شیر خر می تواند گزینه فوق‌العاده‌ای باشد. فقط مهم است که محصول اصل را انتخاب کنید و به طریقه درست آن را استفاده کنید. آیا تجربه استفاده از این محصول را دارید؟ نظرتون چیست؟ می توانید در کامنت با ما شریک بسازید. اگر این ویدیو خوشتان آمد، لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. همچنان منتظر ویدیوهای آینده ما هم باشید که معلومات می باشد. تا ویدیوی بعدی شاد و خرم باشید.